اسمش علی بود، یا مسکن خدایا مرتضی یا تقی بود. وقتی که 5 ساله شد انگشتش هستش برید، خون از دستش جاری شد، رنگ از رخسارش پرید. تا اومدش جمعشه تو چشاش از فرد دعم، مادرش گفت بغض نکن ماشالله دیگه شدی من. مرد که گریه نمی کنه، 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 مرد که گریه نمی کنه. اون علی یا مرتضی یا تقی یا نمی، گریه‌شو خوب نگه داشت بغضش هم نترکی. وقتی که 10 ساله شد یه روز توی مدرسه افتاد زیر کتک معلم هندسه. تا عشق تو چشات جمع شد از خجالت و از دعم، معلم سرش داد زد مگه نیستی تو یه اکمن. مرد که گریه نمی کنه، 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 مرد که گریه نمی کنه. وقتی به سرک رسید به سن سخت بلوغ، دختر همسایه‌شون فکرشو میکرد شلوغ. یه روز که با دوچرخه باز میداد جلوی او، باباش سرش داد کشید اینقدر تو نرو حیوون. دختر همسایه با دوستاش بهش خندیدن، خوشبختانه اشکشو این بار دیگه ندیدن. مرد که گریه نمی کنه، 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 مرد که گریه نمی کنه. چند سال گذشت و تقی یا مرتضی یا علی مردی شد و زن گرفت زنش و دوست داشت، ولی زنش با ناراحتی میگفت تو بی احساسی، تا حالا نکردی یه گریه اساسی. تو بی احساسی، تا حالا نکردی یه گریه اساسی. زنش ازش جدا شد رفت با یه مرد جوون که واسش اشک میریزه مثل یه رو دل روون. اون علی بیچاره یا مرتضی یا همین، از زور ناراحتی دیگه نفسش برید. مرد که گریه نمی کنه، 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 مرد که گریه نمی کنه.